قبل اینکه پاسورهای از نسل کروس و مودریچ رو ما تو رئال داشته باشیم و پاسورهای مثل کوین دی بروینه، اودگارد و پدری به دنیای فوتبال معرفی بشن، ما یه بازیکنی داشتیم به نام گوتی در رئال مادرید. این بازیکن در پاس فوق‌العاده بود، دید فوق‌العاده‌ای داشت، در جاهای شلوغ فوق‌العاده گره‌ها رو باز می‌کرد و تا سال 2010 تا 2012 هم در رئال بود. از آکادمی شروع کرد، 24 فصل در رئال حضور داشت، یکی دو فصلی هم بشکتاش رفت و خداحافظی کرد. پاس‌های محشری از خودش ثبت کرده، حتی در خط حمله هم یه مدت بازی کرد، گل‌های خوشگلی هم زده. بازیکن دوست داشتنی بود، واقعا پاس‌هایی میداد که خود پاس از گل قشنگ‌تر بود، گل‌هاش هم زیبا بود، بازی چشم نواز بود کلا. یعنی برید کلیپاشون رو ببینید، ایشون فوق‌العاده بودن. یه نکته جالب این که 3 تا قهرمانی چمپیونز لیگ داره با رئال، تو هیچ کدومش تو فینالش نبوده، بازی نکرده متاسفانه.